پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 20 ایون سال 2024 با 35 قانون از جمله قانون جنجال برانگیز تنظیم جشن و مراسم و قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک امضا گذاشت. قانون‌های امضا شده اکنون در مطبوعات نشر کرده می‌شوند و در پی آن به اجرا می‌درآیند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در تحریر نو قبول گردیده به مقصد حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی، پیشگیری خرافات و تعصب، زیادروی و اسرافکاری در برگزاری چنین مراسم، بلند برداشتن معنویات و سطح اجتماعی و اقتصادی مردم تاجیکستان، اینچنین حفظ حقوق و آزادی‌های کودک، تعلیم و دانش آموزی، تربیت کودک در رویه انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام به ارزش‌های ملی و عمومی بشری روانه شدند. قانون‌های به امضا رسیده به تامین رشد اجتماعی و اقتصادی کشور، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، تحکیم ثبات و آرامی جامعه و قانونیت و ترتیبات روانه شدند. این در حالی است که طرح نو قانون تنظیم و جشن و مراسم به خصوص بندهای مربوط به منع حجاب و منع عیدگردک در داخل و بیرون از تاجیکستان به موج واکنش‌ها و ناراضگی‌ها روبرو شده و بسیاری امید داشتند که پرزیدنت امامعلی رحمان آن را امضا نخواهد کرد. یک روز قبل سامانه رسمی مجلس ملی خبر داد که پلات بالای پارلمان تاجیکستان روز 19 ایون سال 2024 در اجلاس 18 در قطار بیش از 30 قانون دیگر قانون بحث برانگیز تنظیم و جشن و مراسم را نیز پذیرفت. اما قانون اعظم جنجال برانگیز تغییرات به قانون تنظیم و جشن و مراسم بود که از دو تغییرات عمده‌اش یکی منع عیدگردک کودکان است که در جامعه تاجیکستان واکنش‌های زیاد و اساساً منفی به بار آورد. اما تغییرات دوم عمده که در این قانون که همچون منع حجاب نام برآورد، نه فقط در داخل بلکه در بیرون از تاجیکستان نیز به موج واکنش‌های محکوم کننده روبرو شد و از جمله در ترکیه و افغانستان برخی روحانیان خطبه نماز جمعه را به همین موضوع بخشیده از عملکرد مقامات تاجیکستان با لحن تند انتقاد کردند.